سلام بروبکس، خوش اومدید به کانال یوتیوب من رامینم و امشب قراره تو این ویدیو بهترین صداهای رپ فارسی رو ببینیم کیام و ببینیم خفن ترین صدای رپ فارسی رو کی داره. این لیست رو من خودم رفتم نگاه کردم و واقعا گوش دادم ببینم کدوم از همه صداش خفن تره و 10 تا رپری که صداشون خیلی خفنه رو من اینجا نوشتم و ردبندی کردم. البته همه اینا که رپ میکنن یه صدای خفنی دارن که به اینجا رسیدن، حتی خلسه هم صداش باحال واقعا و سلیقه‌ای بعضی وقتا صدا. و همین دیگه، برو بریم سراغ ویدیو. آقا من توضیح بدم راجع به صدا هرچی بمتر باشه، یعنی فرکانسش پایین تر باشه، برای بقیه خیلی جذاب تره و این صدا کلوفتا دقیقا فرکانس صداشون پایین تره که صداشون خیلی کلوفتره و برای همین به نظر من، حداقل سلیقه من اینطوریه که من خودم صدای کلوفتو خیلی بیشتر دوست دارم و خوبه صدای کلوفتو و من اینو اینجوری انتخاب کردم که بیشتر کسایی که تو این لیستن اونایی هستن که فرکانس صداشون پایینه و صدای بمی دارن و همین. برو بریم سراغ ویدیو. خب آقا، با همه این کسچرهایی که تو اینترو گفتم من رفتم دقیقا اون طرفش رو انتخاب کردم و نفر دهم آیسم. آیسم نمیدونم صداش شما شنید، یعنی قشنگ دقت کردیم به صداش برای من، ولی شخص خیلی جذابه و با اینکه بعضی وقتا یه ملودیای تکراری رو میزنه ولی من بازم دوست دارم و صداش خفنه واقعا. نفر نهم هیچکس. نفر نهم هیچکس رو دیگه هیچ توضیح ندم راجبش دیگه. فرکانس پایین صدا، خش خارمادر تو صدا و فلویی که باش میخونه، یعنی فلوی صداشو پیدا کرده به اصطلاح و برای همین صداش خیلی باحاله و با اون صدا خوندن واقعا عجیبه. من هیچکس رو گوش میدم احساس میکنم هیچکس خیلی زور میزنه تا اون صدا رو در بیاره و باش بخونه. در بیاره که زشت، حرف زشتی، باش بخونه. ولی با این حال یکی بهترین صدای رپ فارسی دیگه. نفر هشتم لیتو صدای اوتوتیون دارش که خیلی خفنه و من خیلی دوست دارم، ولی صدای بدون اوتوتیونش هم یه صدای شفاف و باحالیه که آدم میتونه حسای مختلف رو ازش بگیره و من خیلی حال میکنم باشه و همین، توضیح بیشتری ندم. نفر هفتم چرسی. تو رپرهای نسل 4 اکثرا همشون صدای خاصی دارن ولی چرسی صداش از همه کلوفتره و صداش واقعا قشنگتره نسبت به بقیه. حالا با اینکه شاید مثلا استعداد دوکی رو تو فلو چیدن نداشته باشه یا اندازه گاتپوری خشن نباشه، ولی صداش واقعا صدای خشنیه، یعنی باحال صداش و من صداش خیلی دوست دارم و قدرت صداش هم من تازه بعد از اینکه کشیدی پراخون دیدم واقعا و خیلی خفن بود اون ترک و اینکه داره از صداش هم استفاده میکنه خیلی باحاله. مثلا ملودیک میخونه، نمیدونم با اوتوتیون میخونه، هاردکور میخونه، لاواش یه صدای غمگین داره، کلا صداش صدای همه کاره و باحالیه. نفر ششم پوبان. آقا من نمیدونم پوبان صداشو دستکاری میکنه یا نه، ولی تو لایو هم یعنی اجرا میکنه صداش باحاله و صدای گوشنوازی داره به اصطلاح و من حال میکنم باش. ولی با این حال خیلی ها میگن صداش دستکاریه و این ور و اون ور و اون و اینو، ولی من کلا باش حال میکنم دیگه و صدای خوبی داره، صدای نازک و باحالی داره. نفر پنجم دورچ مروارید جوان. الان خیلی شاید گارد بگیریم بگین دورچی صدا نداره و اینا، ولی واقعا دورچی هم صدا رو داره، هم بلده از صداش استفاده کنه، یعنی اونطوری که میخونه مامبل میخونه
و با همون مامبل خوندن ملودی در رنگ یعنی اون اوتوتیون که خیلی باحال میشه و اصلا توی فاز دیگه است، مثلا انگار داره د ویکند برات میخونه، خیلی باحاله. نفر چهارم آرتا. آجی من صدای آرتا رو خیلی دوست دارم و یکی از بهترین صداهای رپ فارسی با اختلاف. صداش صدای خشدار و کلفتیه و خشدار ملایم یا مثلا حسین و اینا نیست، صدای کلفتی داره ولی بلده ازش استفاده کنه، یعنی صدای باحالی میده و ملودیاش که فوق‌العاده است. صدای رپ کردنش هم با بقیه خیلی فرق داره. یه مدت یادتونه ویناک داشت ادای آرتا رو در می آورد ولی هیچ وقت نتونست مثل آرتا باشه اون موقع، ولی الان واقعا خفنه. ای کیرم دهنت کسکش بیناموس. نفر سوم امیر تتلو واقعا هیچی ندارم بگم، صداش خفنه دیگه، همه میدونن و یکی از بهترین صداهای تاریخ موزیک ایران میتونه باشه واقعا. و آخه چون هرچی میخونه واقعا قشنگتره. من یه دفعه داشتم یه ترکی رو گوش میدادم، ترکی مال سیاوش قمیشی بود و اصلا باهاش ارتباط برقرار نمیکردم، ولی همون آهنگو تتلو با صداش خوند توی لایو و من چقدر حال کردم با ترکه. اونجا بود که فهمیدم واقعا صدا تاثیر داره، واقعا صدای خفن و قوی داره. نفر دوم، این دو نفر دیگه فیوریت رپرامن، رپر برمی همه مدل واقعا فیوریت رپرامن و خیلی باشون حال میکنم. دو نفر اول. نفر دوم حسین، امام حسین خفنه دیگه، صدا کلفته. بعد حسین با این صدا فلوهای خفنی هم میچینه، یعنی بهتون گفتم هیچ کس انگار داره زور میزنه این صدا بیاد بیرون ازش. حسین برعکس خیلی چیلتر، انگار راحت همین صداشه دیگه، صدای واقعیشه، یعنی تو حرف زدن محاوره‌ایش هم واقعا همینطوری صحبت میکنه و صداش خیلی خفنه و من خیلی دوست داشتم حسین ملودی بخونه. البته یه ملودی قدیمی خیلی قدیم داره با سوگند و صادق بوده اون ترک و خیلی ترک بالی، من خیلی اون ترک رو دوست دارم، اسمش یادم نمیاد، که یه کورس کوتاه داره، کورس خیلی کوتاه، بیشتر آهنگ مال صادق و سوگنده و بهترین صدای رپ فارسی. همه اینو میدونیم دیگه، هیدن. هیچ نیازی هم نیست واقعا توضیح بدم، ترکاشو میذارم خودتون قدرت صداشو ببینید. اگه میخواین واقعا قدرت صداشونو، قدرت صدای مهرادو بفهمین، برین ترک ما رو گوش کنین، ببینین چه رنجایی رو لمس میکنه، نوتشو لمس میکنه که یعنی صداش واقعا به یه جایی میره که ما تو خوابمون هم نمیتونیم همچین صدایی در بیاریم. البته من به شخص خودم میگم، بقیه رو نمیدونم. خب آقا دمتون گرم که ویدیو رو دیدید، لایک کنید، ساب کنید، زنگوله، کامنت، نظری دارین حتما بگین و همین. دمتون گرم که تا الان ویدیو رو دیدید، دوستتون دارم، گود بای. گوشیم داره زنگ